خطاب من یا صحبت من اساساً با خواهرانی هست که در داخل وطن هستند یا بیرون از وطن هستند و به هر بهانه یا به هر یک فتنه و امتحانی که می شود به آسانی از بحر سطر خود می برایند. اولا می توانستیم خطاب داشته باشیم یا می توانستیم یک صحبت کوتاه داشته باشیم به نفرانی که این گونه قانون ها رو جاری کرده ایستادند که سطر در تاجیکستان ممنوع هست و جریمه دارد، ولی چی فایده است نصیحت کردن به قلب های مرده؟ چی فایده دارد؟ وقتی الله در سوره زاریات میگوید و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تو پند بده، نصیحت بکن. البته که نصیحت برای مؤمنان فایده دارد. نصیحت و پند گفتن، خطاب کردن و از شریعت گفتن فایده دارد برای نفرانی که قلبشان پر از ایمان است به الله و آخرت، به زنده گشتن پس از مرگ، به حساب کتاب ایمان دارند، نه به نفرانی که بر ضد قانونهای الله می جنگند. یا در آیت دیگر الله میگوید و ما انت بمسمع من فی القبور، تو اصلا آنهایی که قلب مرده دارند، آنهایی که مثل مرده هستند و نه چشم آنها حقیقت را میبیند، نه گوش آنها حقیقت را میشنود، نه قلب آنها حقیقت را قبول دارد، به آنها شنوانیده نمیتوانی سخن الله را، شریعت را. پس این نفرانی که امروز بر علیه حجاب می جنگند یا بر علیه قانون الله می جنگند، چی فایده دارد به اینها خطاب کردن یا پند دادن؟ برای همین صحبت من اساساً با خواهرانی هست، یا گفتیم خطاب من با خواهرانی هست که با برآمدن یک قانون یا اینکه با جاری کردن یک جریمه از حجاب خود دست میکشند. عزیزان همه میدانیم، یعنی این را تمام کفار هم میدانند که حجاب از فرضهای اسلام می باشد و هم در سوره احزاب هم در سوره نور پروردگار امر می کند که شما زنها باید پوشیده باشید، بجز دست و بجز چهره، آن هم در نزد جمهور علما کل بدن زن مسلمان پوشیده باشد. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. آیت 31 سوره نور رو همه میدونند، تمام بشر میداند که حجاب فرض الله است و تماما مستحیل است یک نفر بگوید که در قرآن این چیز وجود ندارد. پس خواهری که سطر اسلامی دارد و این فرض رو قبول کرد و گفت پروردگارا من سر خم میکنم برابر قانون تو، خواهر عزیزم نباید به خاطر جریمه چند پوله یا برای داخل شدن به بیمارستان یا برای کارت را ادامه کردن و تحصیلت را دوام دادن از بحر حجاب خود گذری. حجاب زن این شرف زن است، ناموس زن هست. هیچ یک بشر، چی شوهر باشد، چی پدر باشد، چی رئیس باشد، کی نباشد هم حق ندارد بگوید که تو این کار را نکن، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در عقیده ما، در اعتقاد مسلمان ها این حدیث پیامبر است که وقتی کسی کی نباشد هم تو را به گناه امر میکند، تو نباید او را اطاعت کنی. بگذار جریمه بدهیم، بگذار به بیمارستان نرویم، بگذار اصلا از بحر کارمان برایم، حتی بگذار از بحر خانه و در و وطن برایم، ولی نباید از بحر حجاب خود گذشت.